دوستان قدیما میگفتن زمین که صفر بشه گاوا به هم چیکار میکنن؟ شاخ میزنن. الان دیگه اونجوری نیست. الان وقتی ضرب الاجل نزدیک میشه شاخ بازی گاوا هم شروع میشه. مثلا ورق پاره های باند کوسه یقه دلواپسا رو میچسبن که بابا وضعیت انفجاریه، وضعیت ترسناکه، زهر رو باید تا طرف بالا. آیا از بیکاری هم نباید ترسید؟ از دانشجویان افسرده هم نباید ترسید؟ از بالا رفتن آمار خودکشی هم نباید ترسید؟ از فرار مغزها هم نباید ترسید؟ وقت آن رسیده که غیر متخصصان سکوت کنند و به جای آنکه با این تفاهم نامه بازی سیاسی راه بیندازند، قوت قلبی باشند برای مذاکره کننده ها. با کلیگویی ها و عربده های سیاسی آنها را نترسانیم و با حمایت هایمان اجازه دهیم با اطمینان قلبی و با صدایی رسا با سرافرازی اتاق مذاکره را ترک کنند. قبول کنیم که در این مذاکره دستی خالی است و دستی پر. وقتی جماعت جام زهری مشت خالی نظامو نشون میدن، اون وقتی که جیغ دلواپسا در میاد و یه فسیلی مثل این جنتی لعنتی شیهه میکشه که آی یه عده‌ای تو داخل حرفایی میزنن باور نکردنی. یه عده‌ای هم در داخل اینا نمیفهمن، یه عده خیال میکنن هم مسئله هسته‌ایه و بریم کنار. حرفایی میزنن باور نکردنی. تو بعضی جلسات گفتن با صراحت که من تعجب کردم که چطور تصریح میکنن که ما وضعیت اقتصادمون خوب نیست، وضعیت مالیمون خوب نیست، چاره‌ای نداریم اگر نخوایم. حالا تعبیر تسلیم نمی کنن ولی یه چیزی شبیه تسلیم. اگر نخوایم تسلیم بشیم مسئله هسته‌ای رو حل کنیم، تحریم ها به جای خودش میمونه، نمیشه مملکت را اداره کرد و از اوضاع از هم میپاشه. یه همچین طرز تفکری دارند. خب این مبناش چیه؟ اینم شد سوال. مبناش اینه که اکبر کوسه و شیخ پری و باقی جماعت جام زهری در به در دنبال اونور آبیان میخوان دنب نظامو بچسبونن به کراوات غربیا. همینم هست که جیغ علی گدا و دلواپسا رو در آورده. بفرما مبناشو از زبون خود اکبر کوسه بشنو. یکی از راهبندهایی که در کشور وجود دارد این است که عده‌ای کم سواد مانع میشوند که خیلی از تحصیل کرده های خوب، خوشبخت و دلسوز از خارج از کشور بیایند و تجربیاتشون رو در اختیار مردم قرار بدن. یکی از مشکلات کشور ما این است که به خاطر بعضی ملاحظاتی که هیچ مبنایی ندارد بعضی خیلی از راه ها رو میبندن. آها، دعوا درست تو همین نقطه است. این میگه راه ها رو باز کنیم، دلواپسا میگن ببندیم. ببینید این پاسدار هراسون چه عربده‌ای سر میده. از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام میکنم این درخواست غرب درخواست جاسوسی رسمی در ایران است و ما نه تنها اجازه نخواهیم داد از مراکز نظامی و دفاعی بازرسی کنند، بلکه تحت هر عنوان شامل بازرسی هماهنگ شده یا نشده، پیرامون مراکز یا حتی هر فاصله‌ای و به هر شکلی پاسخ ما پاسخ به اقدام در حکم جاسوسی خواهد بود. وسط این دعوای بستن و باز کردن یه مارمولک شوتی مثل این شریعت نداری هم پیدا میشه که دنبال سرخ کردن صورت علی گدا با سیلی خالی بندیه. در حال حاضر شرایط خطیری داریم، اما شرایط خطرناک نداریم و به قول رهبر انقلاب باید دیده ها باز باشد. دشمن از همه توانش بر علیه کشور استفاده می کند و ما نیز باید از همه توان برای ایستادگی استفاده کنیم. توافق هسته‌ای محال است. وقتی آمریکایی ها پشت میز مذاکره می نشینند، حواسشان به یمن، عراق
لبنان و فلسطین است که نشان می‌دهد آنها با نفوذ ایران در منطقه و جهان مشکل دارند. میبینید دوستان، میبینید این تله اتمی چه به روز آخونده آورده؟ هر کدوم یه طرف نظامو گرفتن و حالا به کش کی نکش. این وسط از همه دیدنی تر وضعیت خود علی گداست. ولی فقیه وافورو دستش گرفته و یکی به میخ بکوبه یکی به نل. ته ختم واسه این که نه سیخ بسوزه و نه کباب روزه وحدت میخونه. هر حنجره ای که در جهت اختلاف حرف بزند بلندگوی دشمن است، چه خودش بدانه چه ندانه. مراقب باشیم حنجره ما بلندگوی دشمنان اسلام و قرآن نشود، فریاد اختلاف سر ندهد. خلاصه این که مسابقه استخون جویدن تو نظام جریان داره و روز به روز خفن‌تر میشه. مشکل این مسابقه اینه که وقت اضافه نداره، یعنی این که زمان هم به ضرر جماعت دلواپسه هم به ضرر جماعت دلارام. از هر طرف که بچرخن با مخ میرن تو دیوار.